که عینکایی که تو کوچه بازار فروخته میشه اینا شیشه هاش یا همون عدسیاش استاندارد نیست. عدسی استاندارده که توسط پزشک تجویز بشه و توسط عینک‌ساز ساخته بشه. بسیار عالی. سوال بعدی. عینکایی که میسازین تاریخ مصرف هم دارن؟ والا عدسی‌ها معمولا تاریخ مصرف دارن. بعضی عدسی‌های آنتی رفلکس تاریخ مصرف دارن و معمولا حدود 1 ساله. ولی شیشه‌های قدیمی نه، تاریخ مصرف ندارن. بله بشنویم. حالا شده عینکی ساخته بشه که برف بکن ناشته باشه اون که برف یا بارون میاد چیزه عینکی استفاده والا برف پاکندار نیست ولی عینک‌های ضد غبار و ضد بخار عدسیاش که باشه هست. اگه برف پاکندار بود حتما آقای کرمی دوست داشتن که داشتن. بله که فکر کنید قیچ تولدشون هفته بله عینک نیست دیگه. اون عینک این با این وضعیت بخوام من عینک بخرید این اتوبوس پاکستانی‌ها میشه بعد بزنم به چشم. سوال بعدی. بله چرا بعضیا عینک میزنن ولی از بالای عینک نگاه میکنن یعنی چی؟ اونا پیرچشمی دارن. معمولا این افراد سنای بالایی دارن و عینک‌های پیرچشمی استفاده میکنن. از بالای عینک برای دوربینی استفاده میکنن، از توی عینک هم برای خوندن و نوشتن و حالا کارهای نزدیکی نه برای چیزم میزنم مثلا یه نفر بخوان دعوا کنن. آها دعوا هم بله دعوا هم قابل. عبدی نه عبدی سوال اگر عینکی که به خاطر ساخته میشه یه مقدار که حجم باشه با دقت کنیم مشخص کنیم این آیا به دید تاثیر داره؟ الان به خدمتتون که بعضی از عینک‌ها هستن که حالت آستیگماتیسم دارن. اونا بله اگه کج باشن محورشون به هم میریزه و توی دیدم تاثیر داره. چی فرق یعنی مثلا آدم احساس می‌کنه که نصف مثلا طرفو داره می‌بینه نصفش کجه؟ نه حالت شیب مانند ممکنه ببینید. اینجوری گردن شده آدم کج کرده. بله. چی فرق؟ خب بشنوید. بعضی از این بازیگرایی که عینک تلسکانی میذارن خواستم ببینن آیا ترفند خاصی رو کار میذارن یا با زحمت مشکل باید؟ نه با زحمت و مشکل به خدا اینقدر سخته میدونی دیگه زده چون من هیچی نمیدونی. الو جان دلم شما دارید جواب بدید دیگه آقای آره نه ولی شما بگید شما تایید بفرمایید. من فکر می‌کنم که خیلی سخته. خب چون نشون میده که یه عدسی خیلی نمره بالایی هست و دیدن افروش اون عدسی خیلی سخته. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای کرمی و سرکار خانم فاطمه ترامزاده. بعد از صدای ایشون دوباره در مکتب میشنوم خیلی خوشحالم. خواستم از مهمون برنامه سوال کنم که اگه خدای مهربون لطفشون شامل حال ما نبود و ما گوشی برای گذاشتن دسته عینک نداشتیم اون وقت چی چه کاره می‌شدن؟ بس می‌زدن احتمالاً کردیولوژیست می‌شد. تمرین می‌کنیم. نه میگن عینک کجا وصل می‌کرد؟ عینک رو نمی‌شد جایی وصل کرد. چرا؟ کش یعنی کش چشم. آها کش هم بله همین خیلی هم زیبا بود. خیلی قشنگه. الان هم خیلی افراد هستن می‌کنن داری عینک افتاده می‌کنن. سوال بعدی. نداره اصلا خوب بودن یک عینک افتاده رو می‌تونیم چطوری تشخیص بدیم. والا یه دستگاه‌های خاصی هست که اکثر عینک‌سازا دارن که مثلا باید اون عینک یه ظریف شکست خاصی داشته باشه یا طبق یه اشعه خاصی باید یه عددی رو اون دستگاه نشون بده. معمولا اون عدد باید 400 باشه. 400 دیدین آقای کرمی الان چقدر عینک آفتابی زیاد شده توی خیابون فروشش خیلی بالا رفته. آره خیلی هم بده. چشمو واقعا اذیت می‌کنه. باید از عینک فروشی‌های معتبر 100% و عینک سازی‌های محترم بخرید. پیامک هم زیاد داریم. باز تلفن بشنویم. خواستم بپرسم سوال شده که بیاد اونجا عینک سفارش بده که سمک هم داشته باشه به دستش. به ما که سفارش ندادن. حالا نمیدونم شاید باشه. نشون بشنویم. چون کم نور از چشمی بار عینک را کشد بینی زبینی باید آموزی و همکاری داری بید. خواستم مهمون برنامه بپرسم چند وقت یک بار برای آزمایش عینک برید؟ معمولا برای هر 6 ماه یک بار تست میشه، هر 1 سال یک بار عوض میشه. این سال یه بار باید شیشه عوض نه 5 ساله 6 ساله شنیدیم ما که عینکی نیستیم. سوال بعدی
تا حالا شده عینک یک مشتری که برای تعمیر میرن بشونن بعد یه عینک نو به جاش بدن؟ تا دلتون بخواد. نه بابا خیلی اتفاق افتاده. آقای کمالی از شما بعید بود. میشکنین عینک مردم حالا رو؟ اتفاق میفته دیگه. بعضی وقتا یه عینکای خیلی قدیمی کاوچو برای ما میارن که خیلی شکننده است. ما تا میایم این عدسیشو عوض می‌کنیم یا تعمیرش بکنیم تو دستمون میشکنه. ما مجبوریم این عینک نو بدیم دیگه. چیکار کنیم؟ عصبین شما؟ جان؟ عصبین؟ نه. عصبین؟ نه. به نظر من عصبین. نه خودش میشکنه. خب بشنویم بزن پیامکی چی نخوندیم؟ با وجود عینک‌های چینی شما هنوز هم شغلتون رو حفظ کردید؟ نه خب عینک سازن دیگه. بله بفهم. بله هنوز نه ما هنوز شغلمون رو حفظ به کردیم. سختی البته فکر کنم نه؟ جان؟ به سختی حفظ کردی؟ به سختی بله ولی خب دیگه چاره‌ای هم جزئی نیست. کار جزئی بلد. آقا محمد از مبل سازی گفته که میخواستم بدونم جنس فرمه یا همون فریم هم بله. عینک گربه نره از چی بوده؟ فکر میکنم از شاخه‌های درخت بلوط بوده. خوب در برده بوده اصلا من فکر نمی‌کنم. عالی. خوب در برده. بله. خما گفته که قوی ترین شماره عینکی که ساختید چند بوده؟ من 22 رم ساختم. 22 مال کفشه؟ نه برای عینک ساخته شده. جدا؟ بله همین چند وقت پیش اتفاقا. عجب. خب فکر می‌کردم آیا چشم رنگی ها دنیا رو رنگ ما چشم سیاه ها می‌بینن؟ بله همه یه شکل می‌بینن مگر اینکه ضعیف و قوی باشه. یعنی رنگی نمی‌بینن؟ نه رنگی نمی‌بینن. ما که مثلا من چشم قهوه‌ای تیره است باید همه چی رو قهوه. مگه نمی‌بینید؟ نه شما سیاه می‌بینید من. بله. فکر می‌کنم من سیاه پوستم. خیلی خوب. بله پرسیدن که بورس عینک آفتابی تهران کجاست؟ خیابون فلسطین. تا حالا دانش آموز مراجع داشتین که دبیرشو که عینک دبیرشو له کرده باشه نون ساکن اینو؟ نه تا حالا همچین موردی دیگه نداشتیم. یا اگه داشتیم به ما نگفتن که له کرده. گران قیمت ترین عینک جهان چقدر؟ والا اینم جزو رکورداست دیگه. حالا من تا قیمت 12 میلیون تومانشو خبر دارم. حالا بیشترش دیگه اطلاع ندارم. یه سوال خوب گفتن که نمیشه یه عینک درست کنید که وقتی سر امتحان میشینیم همه جوابا رو بدونیم. آینه فکر میکنم بهترین روشش باشه. عینک آینه ای. چجوریه؟ یه جوری باشه که حالا پیشونیشون یا دور چشمشون بنویسن بعد عینکشون هم آینه ای باشه که اینجوری بخونه دیگه وگرنه راه دیگه نداره. این عمل لیزیک و لازیک و اینا بر کار شما تاثیر داشته؟ 100% که داشته ولی خب خیلی هم دوست دارن که عینک استفاده بکنن. ولی خب تاثیر داشته متاسفانه. یعنی امکان داره فکر می‌کنید مثلا یه روز کلاً کارتون کساد بشه وقت مجبور شین تعطیل کنید؟ به خاطر لیزی کردن نه فکر می‌کنم. چون خیلی وقتا این عمل الان رایج شده ولی خب ما هم هنوز مشتری خودمون رو داریم. خدا شکر. تلفنش اگه وقت داریم کمه ولی یه دونه دیگه رو بشنم. اصلا بگفتم که این عینک‌ها رو دیگه شیشه‌ای درست می‌کنن. از این تابستون هم هست اینا کثیف میشه همین تغییر با چی پاک میشه؟ چون اینا اکثرا خشم میفته. الان به خدمتتون که به خاطر که شیشه یه مقدار سنگینه. پلاستیک 1/3 وزن شیشه رو داره. دومی که پلاستیک رو معمولاً با مایع دستشویی و آب ولن بهترین وسیله برای تمیز کردنش و شستنشه و پارچه‌های پنبه‌ای برای تمیز کردنش. خیلی ممنونی. خیلی خوشحال شدیم. زنده باشین ما هم همینطور. تشکریم. خدا حافظ. اما برنده امروز آقای حسین الله یاری با 940 امتیاز. هرچه میخواهی ز ذات ایزد یکتا بخواه. تا فردا شب خدا حافظ.
از استودیو صدای شهر همراهتون هستیم با خبرهای کوتاه ترافیکی. در مسیر شرق به غرب بزرگراه رسالت از خیابان شهید حیدرخانی تا خیابان شهید آیت و از پل بزرگراه شهید سید